یه شب آسمون باز میشه، از وسط نور و دود یه ربات عوضی آهنی میاد پایین، لخت انگار از حموم تازه فرار کرده. ملت هنگ کردن. ترمیناتور میره سراغ ست از لاتای چاقوکش. لات‌ها میگن داداش بس پوششت کو. ترمیناتور میگه لباس بدی وگرنه همینجوری میام سراغتون کونیا. یکی میگیره شورتاشونو میکنه، لباساشونو میپوشه، میشه یه گول وحشی و با یه عینک دودی. بعدش یه آواره بدبخت از آینده میاد برای نجات سارا کانر. بهش میگه گوش کن دختر، پسر تو آینده قرار این ربات‌های رو نابود کنه. سارا میگه داش من هنوز با کسی نخوابیدم، چجوری بچه دارم؟ پسر میگه مأموریت، حالا ول کن. پلیسای شهر میخوان جلوی ترمیناتور رو بگیرن. ترمیناتور پلیسا رو مثل آشغال پرت میکنه اونور خیابون. هر جا میره مغازه‌ها رو داغون میکنه، تفنگا رو میگاپه، میگه من برگشتم که همتون رو کونپاره کنم. آخر فیلم هر چی میزننش ول نمیکنه، یه دستش کنده میشه، یه چشمش در میاد، ولی هنوز مثل اسکلت آهنی دیوونه دنبال سارا میدوه و در آخر دستشو میندازه تا گردن سارا رو بوس کنه که میندازنش زیر دستگاه پرس. له میشه ولی همه میدونن این عوضی بازم برمیگرده.